سلام به همه قزوینی‌های عزیز. دنبال یه وکیل خوب و کار درست تو قزوین میگردین. میخوام شما رو با استاد دادگاه‌ها جناب آقای مجتبی بهرامی آشنا کنم. ایشون با بیش از 6 سال سابقه کار، مدرک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و عضویت افتخارآمیز در کانون وکلای دادگستری قزوین به عنوان یکی از بهترین وکلا تو شهرمون شناخته میشن. آقای بهرامی تو پرونده‌های حقوقی، کیفری، خانواده، ارث و ثبت تخصص دارن و خدمات حقوقی کاملی رو متناسب با نیاز شما ارائه میدن. چه یه پرونده پیچیده حقوقی داشته باشین، چه بخواین از خودتون توی پرونده کیفری دفاع کنین و چه با مسائل حقوقی خانواده دست و پنجه نرم کنین. آقای بهرامی قدم به قدم کنارتون هستن و راهنماییتون میکنن. موفقیت‌های ایشون به خوبی نشون دهنده تعهد و تخصصشونه. چی باعث میشه آقای بهرامی از بقیه متمایز باشه؟ رویکرد مشتری مدار ایشون. آقای بهرامی به ارائه خدمات شخصی سازی شده و دلسوزانه اعتقاد دارن تا شما در طول مسیر حقوقیتون احساس حمایت و آگاهی داشته باشین. به علاوه با استفاده از تکنولوژی‌های جدید یه تجربه حقوقی مدرن و کارآمد رو براتون فراهم میکنن. از طلاق توافقی گرفته تا دعواهای حقوقی پیچیده، آقای مجتبی بهرامی آماده است تا از حقوق شما دفاع کنه و بهترین نتیجه ممکن رو براتون بگیره. برای مشاوره حقوقی تخصصی و وکیل متعهد همین امروز با آقای بهرامی تماس بگیرید. نیازهای حقوقی شما به زبان ساده. یادتون باشه وقتی نتیجه مهمه، مجتبی بهرامی به شما کمک میکنه. همین الان تماس بگیرین و تفاوت رو با یکی از بهترین وکلای قزوین تجربه کنین.